مهمون امروز ما رؤسای جمهور دو کشور ایران و آمریکا هستن که قراره با هم مذاکره کنن. چرا به هم نگاه نمی‌کنید؟ مذاکره غیر مستقیمه. نه آقا اون کنسل شد، الان مستقیمه ولی یواشکی و دور از رسانه. ترامپ میدونه نوشته شرط اولت برای مذاکره اینه که آذربایجان رو بدن به آمریکا. یا sen آذربایجان uşakları. چی میگی؟ من از بچگی دوست داشتم ترک باشم. الان فرصت غنیمت شمردم، گفتم تو این توافق یه سوء استفاده شخصی هم بکنم. ما محسن چاوشی هم میخوایم. چاوشی رو که نه، ولی امینه میگیرم ساسیو میدم. به به مسعود زرنگی ها. یه بار دیگه به من بگی مسعود میلم بدوزنت به گونی. چیز ببخشید. باز ساسی رو نهایتا ما مایکل جکسون میتونیم عوض کنیم. اون که مرده. میدونستین اینو؟ مرتضی پاشایی رو میدیم، مایکل جکسون رو میگیریم. آقا تیم کشیه مگه؟ نفت ما چی شد؟ نفت نه، ولی برق میدیم بهتون. برق که خودتونم نداریم. تو از کجا میدونی؟ بابا ما یه چند شب پیش بیدو رو فرستادیم بالا سرتون شبونه بمبارونتون کنه، انقدر همه جا تاریک بود هیچی ندید، بنده خدا دست خالی برگشت. به این میگن استراتژی جنگ خاموش. آقا ما نفت میخوایم. قبول، ما هم فنبوی میخوایم. مسعود زهر ما. نه اونا بالا خودمونه نمیدونم.